از صبح بروقت شادی و خرسندی خرد و بزرگ ناحیه وخش حد و کنار نداشت. در نوروزگاه همه با لباس شینم و ملی و طب خوش و بالیده جمع آمده و با تبریک و شادباشی ها یکدیگر را با فرارسی این نوروز خجسته تهنیت می گفتند. نمایندگان جماعت ها، تشکیلات و مؤسسه و یک قطار کارگاه های 3 ساله ناحیه وخش با آماده نمودن گوشه های نوروزی بزمگاه را حسن و تراوت زیبا بخشیده بودند. مهمانان ضمن بازدید اعتماد نمودند که ساکنان ناحیه با درک رسالت وطنداریشان بهر استقبال نوروز فروخپی همه‌جانبه آمادگی گرفته‌اند. گوشه های آماده شده بازگوی این بزم جمشیدی بوده. دیگ های سمنک، خوراک های بهاری، خورش و محصولات خوشتم نانی و قنادی، هفسین و هفشین، این چونین دسترنج هنرهای مردمی از جمله گلدوزی و قراق بافی، ریسندگی و بافندگی، اطلس و ادرس بافی زنان و بانوان ناحیه خیلی جالب مشاهده می‌گردید. گلدختران رسم و آیین‌های ملی و فرهنگی را با طرز و اسلوب معاصر معرفی نموده و تحت سرود و موسیقی‌های دلنشینشان طبع مهمانان را بالیده ساختند. از جمله خردسالان نیز با لباس‌های زیبنده ملی خویش شعر و ترانه‌ها قرائت کرده و با رقص‌های موزون و چهره‌های بالیده‌شان از فرارسی این نوروز بشارت می‌داد که بس رمزی بود. در مراسم رسمی سرآغاز رئیس ناحیه مهمانان را خیر مقدم گفته در پرتو دستور و هدایت‌های فرهنگ دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در باب ماهیت جشن نوروز و تأثیر آن در مورد شناخت این ملت کهن بنیاد و مربوط به احیای رسم و آیین‌های ملی امان سخنرانی کرد. تاکید داشت که نوروز از قدیمترین جشن اجدادی امان محسوب یافته نسل به نسل با خصوصیت‌های خاصش به ما میراث آمده و امروز نیز در سطح خوب و خاطرمان نوروز را جشن میگیریم. با این مضمون از فیض و برکت نوروز یادرس شده همگان را تبریک گفت. نماینده حکومت جمهوری و دیگر مهمانان نیز ضمن سخنرانیشان مربوط به تجلیل نوروز با اظهار فرحمندی سخن رانده جهت در سطح خوب و خاطرمان پذیرایی نمودن جشن نوروز ساکنان ناحیه را با سپاس و منتداری تبریک نمودند. اظهار داشتند که در چنین سطح بلند استقبال گرفتن نوروز جهانی بازگوی رسالت وطنداری و درک خویشتن‌شناسی می باشد که از اتحادی و همدلی، قدرشناسی و صداقت به ارزش‌های ملی ساکنان ناحیه درک می دهد. سپس برنامه تئاتر کنانیده شده اهل فرهنگ ناحیه که تجسمگر نوروز بود پسند همگان آمد. یادرس می‌شویم که در این بزم نوروزی سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان نیز تشریف آورده بودند که با سرودهای دلنشینشان بزم را باز هم تراوت دیگر بخشیدند. همین طریق با آمادگی همه‌جانبه در ناحیه وخش نیز نوروز با شکوه و شهامت خاصه و خیلی هم زیبا و خاطرمان استقبال گرفته شد.